وقتی گفتن که ای مرد بگو اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک، همین دعا را یاد بگیر. این دعا هستی. هر چیزی را که اصحاب پیامبر، هر چیزی را که از زبان مبارک پیامبر برآمده باشد در اون شک نیست، در اون شک نیست. فقط این که ما نمیکنیم، فقط این که ما یقین نداریم این دعا را بکنم نکنم میشه و نمیشه. ها دعا بود است؟ نه، دعا سلاح است. دعا همه چیز را حل میکند. گفت بگو اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک. همین دعا را یاد بکن. اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک. همین دعا را گفتن به کثرت بخواند، به کثرت دعا بکند، الله سبحانه و تعالی اگرچه مثل کوه قرضدار باشد تیز از قرض گفتن که خلاص می شود. گفتن رسول اکرم صلی الله علیه